آدم به اهل جامعه رشد کرده نمیتواند و جامعه بدون علم آموختن تشکل نمییابد. علم باید در هر مرحله های تاریخی به جامعه خدمت کند، جامعه را رشد دهد و جامعه پیوسته از علم بهره بگیرد. اعلان گردیدن 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای دوستداران فن‌های دقیق و اختراعکاران امکان فراهم آورد تا مهارت کسبی و ذهنی خویش را در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت پیوسته امتحان کنند و صیقل نمایند. در دایره 20 ساله رشد فن‌های طبیعی، ریاضی و دقیق امسال نیز از طرف سرور دولت محترم امام علی رحمان آزمون جمهوری علم فروغ معرفت در سراسر کشور برگزار می‌گردد. امیدواریم که در سال جدید نیز غالبان نوبتی دریافت کرده می‌شوند از چهره‌های در رشد علم و تکنیک تاجیک مساعدت خواهند کرد. چنانکه که به همگان معلوم است، آزمون جمهوری علم فروغ معرفت تحت سرپرستی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مقصد عملی سازی 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف راه اندازی گردیده است. باید تذکر داد که آزمون مذکور با مقصد رشد تفکری تکنیکی، وسیع نمودن جهانبینی علمی، دسترسی پیدا کردن به تکنیک و تکنولوژی، توسعه اختراعکاری و نوآوری، پیوست علم با استحصالات، جلب بیشتر خوانندگان و دانشجویان و دیگر قشرهای جامعه به آموزش فن‌های ریاضی دقیق و طبیعی، همزمان دریافت استعدادهای نو در این سمت همه ساله باید گذرانیده شود. دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد جان آسیمی یکی از بانفوذترین دانشگاه‌های کشور در سمت تعلیم اختصاص‌های تکنیکی و فن‌های دقیق محسوب می‌یابد. از این لحاظ متخصصان ساحه‌های تکنیک و تکنولوژی عنقریب پورا در این بارگاه دانش به تعلیم فرا گرفته می‌شوند. برای استادان دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد آسیمی سال 2025 سالی با قرار بود، زیرا در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت 15 نفر آموزگاران و دانشجویان این بارگاه علم سزاوار جایهای نمایان گردیدند. در برنامه امروزه وارثان علم در این باره قصه خواهیم کرد. نیم ساله اول خوانش برای استادان و دانش آموزان دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد جان آسیمی با قرار بود، زیرا شرکت و دستاورد دانشجویان و آموزگاران در چنین آزمون‌های سطح جمهوری پدیده نیک ارزیابی گردیده. این غالبیت نشانه نخستین قدم‌ها برای دستاوردهای بزرگ در آزمون‌های بین‌المللی محسوب می‌یابد. پرویز سعید، مدیر کاتدرای گاز و گرمی و هوا تازه‌کنی در فاکولته ساختمان و معماری دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد جان آسیمی سال سپری گردیده از روی نامیناسیون اختراعکاری و نوآوری در دور جمهوری آزمون جمهوری علم فروغ معرفت غالبیت را به دست آورده است. در آزمون علم فروغ معرفت سالهای زیادی است که شاگردای ما برآمد میکنند و با جایهای خیلی خوبم نایل گشتند. در سال 2025 تصمیم گرفتم که من در همین آزمون اشتراک کنم. خوشبختانه از سطح دانشگاهی، ناحیوی، شهری تا به سطح جمهوری آمده رسیدم. در سطح جمهوری من پیشنهاد نمودم یکی از دیگ‌هایی که امروز برای مردم بسیار لازم است، یعنی برای گرم کردن و برای آب گرم تامین نمودن. در دنیا حاضر یک سخن بسیار معمول می رود که کم خرجی و کم مصرفی، که دیگی من یعنی که برای گرم کردن آب و تامین نمودن سیستم گرمایدهی بسیار مفید است. اساساً جمهوری تاجیکستان اگر ما از یک طرف نظر کنیم نسبت به سوزشواری‌های زیاد آنقدر زیاد نداریم. فقط ما سوزشواری داریم، سوزشواری سخت، هیزم، انگشت و دیگر هیزم‌هایی که برای ما مفید هستند. لیکن از خارج کشور برای ما گاز و نفت مازوت یعنی وارد می‌گردد، این برای ما خیلی دشوار و خیلی قیمت هستند. از این لحاظ ما تصمیم گرفتیم که یک دیگه پیشنهاد نماییم که برای خانه‌های استقامتی خیلی مفید باشد. مدت خیلی زیاد، قریب 10 سال زیاد من برای این دیگه کار کردم، تحلیل ها بردم، آزمایش ها بردم و پیشنهاد نمودم، حتی گرفتم پتنتی از خود جمهوری تاجیکستان، دارای پتنت هم هست. دیگه من حاضر در یک چند ناحیه ها در عمل تطبیق است، کار کرده ایستاده است و با مردم خدمت کرده ایستاده است. ما باید تشکر گوییم سرور دولت، پیشوای ملت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام رحمان را که چنین یک صحنه برای ما ایجاد نمودند که ما اختراعکاران از باغچه سر کرده تا کلانسالان یک سهم خودمان را برای آینده جمهوری تاجیکستان رسانیم.
یعنی سالهای اول ما نظر میکردیم همین در یک رویه بود، مثلا هم دانشجو، هم مکتب بچه، هم کلانسال یک رویه ده بود، مثلا اختراعکاران و نوآوری با. امسال باشد اگر ما بینیم دانشجویان علاوه، مکتب بچگان علاوه، کلانسالان یا که آموزگاران علاوه بودند. این بسیار خوب است. یعنی که ما میتوانیم که با آزمون‌هایی که در سطح جمهوری میگذارد یک استعدادهای را پیدا نماییم که برای آینده تکنیک و تکنولوژی امروزی تاجیک سهم خودشان را گذارند. در سال آینده برای پیشبری کردن شاگردای خود در چنین آزمون‌های سطح بلند تصمیم گیرم و حالا هم ما در کافدرا اگر ما دیده برایم نسبت به ما شرایط خیلی خوبی مهیا ساختند از طرف وزارت معارف علم جمهوری تاجیکستان، از طرف سرریاست دانشگاه تکنیکی تاجیکستان چنین میدان‌ها را با ما ساختند که اگر هر یک آموزگار، هر یک دانشجو سهم خودش را برای پیشرفت تکنیک و تکنولوژی نگذارد، این من فکر می‌کنم خودش خوب نیست. از این لحاظ ما تصمیم گرفتیم که در سال آینده در این میدان یعنی که دانشجویان خود، شاگردان خود را پیشنهاد نماییم که برای آینده تکنیک و تکنولوژی جمهوری تاجیکستان یک سهم کوچک خودش را باشد رسانند. اختراع این متخصص ساحه در سمت مصرف احتیاطکارانه انرژی و انواع دیگر سوزشواری بوده، اسباب اختراع نموده با عنوان دیگ و یا به اصطلاح کتیال کم مصرف در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت پیشنهاد گردیده سزاواری جایی نمایان گردید. حالا ما در نزد یک استندهای ایستاده هستیم که نسبت به تامین گاز و گرمی و سیستم‌هایی که برای امروزه ساختمان ملازم است نشان داده هستیم. مثلا در خود همین سیستم یک جایه یک چند منبع آفتاب، منبع گاز، منبع انگشت و دیگر منبع‌ها نشان داده شده است. یعنی که برای آموزانیدن دانشجویان برای پیشبرد تکنیک و تکنولوژی در سطح عالی یک استند خیلی مفید است. یعنی که دانشجویان با چشم خود می‌بینند، دانشجویان در درس‌های عملی و آزمایشی کار می‌کنند و هر یک سیستمی که امروزه است اگر ما نظر کنیم این سیستم از سیستم‌های بهترین امروزه است. یعنی که استفاده برای یک چند نمود قبورهای هر نموده که امروز سیستم‌های ما یعنی که بناهای حاضر زمان ما با همین سیستم‌ها خیلی احتیاج دارند. گرم کردن آب را مثلا از خود سیستم آفتاب میگیرد، در خودش مثلا ذخیره میکند و با اگر توان با کمتر گرم میکند، اگر معیار اگر کمتر باشد و بعد با سیستم میدهد. با سیستم گرمی دهی و سیستم آب تامین کنی، آبی گرم. در سخنرانی‌های سرور دولت بسیار تاکید کرده میشد که صرفه‌کاری و کم خرجی سیستم‌ها وارد کردن همون سیستم‌های با جمهوری تاجیکستان باشد که صرفه‌کار باشند. یعنی که سیستم استفاده برای سیستم آفتاب، گرمی آفتاب، هم برای جریان الکتریکی هم برای آبی گرم کردن خانه‌های استقامتی. در دوران استقلال دولتی بنیاد آزمایشگاه لوبان در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد جان آسیمی اقتدار علمی مؤسسه را به سطح کاملا نو میبرارد. دستگاه و تجهیزات‌های معاصر که قسم زیادی آنها تا حال در منطقه آسیای مرکزی مورد استفاده قرار نگرفتند، به استادان و دانشجویان دانشگاه برای آموزش و استفاده دسترس می‌شوند. با مساعدت شریکان رشد از جمهوری مردمی چین، متخصصان سطح جهانی به هیئت علمی پداگوژی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان استفاده پوره دستگاه و تجهیزات‌های زمانوی را آموزانیده در برابر به مراتب بهتر کردن روند تعلیم در دانشگاه برای کشور ما متخصصان بلند اختصاص سطح جهانی را آماده می‌نمایند. البته سهم آزمایشگاه لوبان را در رشد فعالیت مدل سازی قید کردن به مورد است. پلتفرم استحصال معلومات بازاری گئوانفورماسیای سمارت گایز ساوی استحصال شرکت نانفن همچون سیستم مخصوص گردانیده شده استحصال معلومات اساسی گئوانفورماسیونی که با نرم افزایی اداره کنی معلومات گیس متحد کرده شده است برای بارکنی، تبدیل دهی، کارکرد، نظارت صفت، تقسیمات و برآمد معلومات اساسی گئوفضایی عملیات‌های مشخص اجرا کرده امکانیت ترتیب دادن خریطه‌های بزرگ توپوگرافی را دارا است. برنامه مدل سازی در آزمایشگاه لوبان برای گذرانیدن آزمایش‌های ویرتوالی مدل سازی به پورگی با سازی کردن محیط ویرتوالی سه‌چنکه یعنی 3D و جمع آوری معلومات برای گذرانیدن کارهای تعلیمی متدی و تعلیم ملکه‌های ابتدایی کسبی شرایط
مساعد فراهم آورده و آموزگاران امکانی به راه ماندن روند تعلیم را در اساس تکنولوژی‌های ذهنی و اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی معاصر می‌دهد. در برابر امکانیت‌های نو در ساحه‌های تذکر یافته، آغاز فعالیت این آزمایشگاه برای مستحکم کردن رابطه‌های سودمند میان تاجیکستان و جمهوری مردمی چین در بخش اقتصاد، معارف و علم، تکنیک و تکنولوژی، صنعت، ساختمان و انرژتیک زمینه‌های نو ایجاد نموده، رشته دوستی کشورهای برادر تاجیکستان و چین را بیش از پیش مستحکم می‌کند. استخوان لوبان در جمهوری تاجیکستان یکی از بانفوذترین استخوان‌ها در آسیای میانه به نظر می‌رسد که این در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد جان سیف‌الدین آسیمی در سال 2022 با استفاده داشته از طرف جناب عالی محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری چین یکی از استخوان‌های حاضر زمان یعنی که طلبات جوابگو است با استفاده داشتند که در دو سمت یعنی که سمت گردیزی و خریطه سازی مرکزشهری و انرژی سبز. گردیزی مرکزشهری و خریطه سازی باشد زیاده از 10-15 نمودی تجهیزات‌های حاضر زمان یعنی که با سیستمی الکترونی آورده شده است که دانشجویان میتونن نه تنها دانشگاه تکنیکی تمام دانشگاه‌های جمهوری و بیرون از جمهوری میتونن در اینجا آمده درس‌های عملی خویش را گذراندن و در سمت انرژی سبز باشد زیاده از 15 نمود است که با دست خود چخیل برآوردن لیزبه، چخیل پیوستی قبورها، چخیل چین کردنی یعنی که قبورها را دیده میتونن. درس‌های عملی که در فاکولته ساختمان دیده می شود در همینجا عمده تجربه آموزی میکنند. دانش خویش را صیقل داده در بیرون از جمهوری مثال در این جمهوری استفاده برده میتوانند. با اقدام سرریاست دانشگاه با شرطنامه‌های دو طرفه داریم که دانشجوهای ما میتوانند دانش خود را نه تنها در جمهوری خود ما بلکه بیرون از جمهوری خود ما در جمهوری چین رفته آموزش داده مهارت کسبی خویش را صیقل میتوانند. در جمهوری خود ما میتوانند با زبان‌های چینی کورس‌های تکمیلی اختصاص گذاشته در دولت چین باشد تجهیزات‌های نو و واسطه‌های نو آموخته آمده به کشور خود ما براه مانده میتواند. دلیر انورزاده نامزد علم‌های تکنیکی اظهار قناعتمندی از فعالیت دانش اندازی برخی دانشجویان فعال دانشگاه مذکور نمود. زیرا امسال در دور جمهوریوی آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت 5 نفر دانشجوی این دانشگاه و 10 نفر آموزگاران جایهای نمایان را در سطح جمهوری صاحب گردیدند. موارد به ذکر است که در فاکولته تکنولوژی‌های رقمی سیستم و حفظ اطلاعات از روی 14 اختصاص متخصصان تیار کرده میشوند. از جمله از روی اختصاص‌های برنامه‌ساز، علاقه‌چی، مهندس بخطری اطلاعات. باعث خوشنودی است که سال 2025 از فاکولته ما 10 نفر اشتراکچی آزمون علم فروغ معرفت بودند در جمهوریوی و از اینها 6 نفر هم باشد 3 آموزگار و 3 دانشجوی ما جایهای نمایان را اشغال نمودند. چون که از نتیجه سال گذشته برآمد ما 6 جور به دست آوردیم از نامیناسیون ذهنی سونی و برنامه‌سازی. سال 2026 نقشه داریم که خب شماره اشتراکچیامون زیاد کرده و جایهای نمایان رو زیادتر به دست آوریم. نوبسته از اختصاصی که از خود میکنن در فاکولته ما سهم گذاشته ایستادیم که تلاش داریم که خب دانشجویان فاکولته ما باید که از تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ذهن صنعی بهره‌ور شده دانش خویش را مکمل گردانند و در این زمینه افتخار ما استادان و اهل دانشگاه باشند. معروف جان رحیموف دانشجوی کورس سوم همین دانشگاه از فاکولته اتوماتیک‌کنونی سیستم اطلاعاتی در استحصالات در دور نهایی آزمون مذکور از روی نامیناسیون ذهن صنعی و برنامه‌سازی به گرفتن جای سوم شرف یاب گردید. دایر به محبتش به آموزش فن‌های دقیق و اسرار برنامه‌های اختراع نموده خویش او چنین ابراز اندیشه کرد. بعد از آنکه به کورس دوم گذاشتم یکی از روندهایی که به من خیلی شوق‌آور بود این روند ذهن صنعی بود و از همین سبب من هر گونه کورسایی که در آن توسط بانوس تو میتوانی اشتراک کرده و توسط رایگان کورس رو ختم کنی
ба онҳо завқ доштам ва баъзе онҳоро ҷустуҷӯ карда ба онҳо шомил шудам. барои мисол ман яке аз курсҳои таҳлили додаҳоро дар Zipple AI хатм кардам ва яке аз курсҳое ки ба зеҳни сунъӣ мукаммал яъне ки advanced дахл дошт он курсро низ хатм кардам. дар натиҷаи ҳамаи ҳамин ба хулосае омадам ки ман то ҷои донише гирифтам ки метавонам дар чунин озмунҳои сатҳи баланд иштирок намоям. дар баробари оне ки ман дар донишгоҳ таҳсил мекунам, дар баробари дарсҳои таълимӣ, ман инчунин ба курсҳои иловагӣ мерафтам ки онҳо ба зеҳни сунъӣ рабт доштанд ва ин боис гардид ки ман дар озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат иштирок карда барномаеро пешниҳод кунам ки кори бисёре аз мутахассисон ва шахсони алоҳидаро осон кунад. Яке аз шартҳои асосии озмун дар он буд ки мо бояд мушкилиеро дар ҷомеа ба назар гирифта онро ҳал намоем ва ҳалли мо аз ҳалҳое ки аллакай мавҷуданд, яъне ки барои мисол шумо наметавонед ягон шабакаи иҷтимоӣ сохта гӯед ки ман чизи нав ихтироъ кардам, барои он ки шабакаҳои иҷтимоӣ аллакай бисёранд ва агар шумо ягон мушкилиро ҳал кардед, пас шумо онро бояд ба тарзи худ ҳал кунед. Ана ҳамун волояте ки барномаи шумо аз дигарон дорад, бояд ба аъзои ҳакамон муаррифӣ кунед. Тақрибан 1 сол дар Федератсияи Русия таҳсил карда будам. Дар он ҷо вақте ки мо таҳсил мекардем, ҷараёни таҳсил аз ҷониби мутахассисон анализ ё ин ки таҳлил карда мешуд. барои мисол ҳолати психологии мо чӣ қадар хоб мекунем, то чӣ андоза қувва масраф мекунем, то чӣ андоза дар дарс ҳузур доштани мо ба натиҷаи имтиҳонҳои мо вобастагӣ дорад. ва дар умум вақте ки ман ба Тоҷикистон интиқол гирифтам, дар ин ҷо дидам ки масъалаҳоро ба таври таҳлил ҳал намекунанду бисёртар умумигӯӣ аст. ва ман ба хулосае омадам ки ба инҳо ягона ҳамун инструмент ё ин ки асбобе намерасад ки протсесс ё ин ки ҷараёни анализро ба муаллимон хонандагон осон намояд. ва ин барои ман як теория буд, барои он ки ман дар амал инро исбот накарда будам. нахуст ман барои худ тасаввур мекардам ва нақшарезӣ мекардам ки чӣ гуна ман метавонам теорияи худро ба гипотеза табдил диҳам, яъне ки онро дар амал татбиқ кунам. ва ман ба хулосае омадам ки ба баъзе аз корхонаҳои давлатӣ рафта аз онҳо дар бораи дуруст будани теорияи худ саволҳои муайянеро пурсам. барои мисол ман дар агентии омури ҷумҳурии Тоҷикистон будам ва ман дар шуъбаи таҳлили иттилоотии Вазорати Маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ҳузур доштам. яке аз волояти озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат дар он аст ки он хонандагонро хеле ҳам ҳавасманд мекунад ва ин имконият медиҳад ки шахсоне ки истеъдоди нуҳуфта доранд, истеъдоди худро бедор намоянд. барои мисол ман ягон бор дар ягон озмун иштирок накарда будам. барои чӣ? барои он ки ман инро фикр мекардам ки ин як вақти худро беҳуда сарф кардан аст. баъде фаҳмидам ки имкониятҳои ман хеле ҳам зиёд мешавад. барои мисол ман агар аз дигар давлат ба Тоҷикистон интиқол карда бошаму ба таври шартномавӣ буд, баъди иштирок ман метавонам ба таври буҷавӣ таҳсилро идома диҳам. яъне ки на танҳо ин ва бисёре аз волоятҳое ки роҳбари давлат ба мо имкониятҳое ки роҳбари давлат ба мо пешниҳод кардаанд, ман баъди иштирок дар ин озмун фаҳмидам ва озмун метавонад бисёре аз истеъдодҳои навро кашф кунад. аз ҳамсолони худ ё ин ки дигар донишҷӯён тавсия доданиам ки чунин озмунҳоро, яъне ки фурсати иштирок кардан дар чунин озмунҳоро аз даст надиҳанд ва дар ин озмунҳо чӣ қадаре ки метавонанд зиёдтар иштирок кунанд, ҳам онҳо малакаи худро месанҷанд, ҳам сазовори ҷоизаҳо мешаванд ва ҳам имкониятҳои бузургеро ба даст меоранд. дигар ғолиби даври ҷумҳуриявии ин озмуни маърифатӣ олими ҷавон ки мо аз суҳбаташ хушнуд гаштем, Баҳром Ашурзода, номзади илмҳои техникӣ буд. мавсуф аз рӯи номинатсияи зеҳни сунъӣ ва барномасозӣ мақоми намоёнро касб кардааст. доир ба навоварии ин олими ҷавон бо эшон ҳам суҳбат гаштем. имсол соли якум буд ки номинатсияи зеҳни сунъӣ ва барномасозӣ, яъне ки ин номинатсия соли аввал аст дар озмун ҷой дода шуд. ҳамзамон аз донишгоҳ 6 омӯзгор, 6 донишҷӯ дар даври ноҳиявӣ иштирок намудем. баъди иштироки даври ноҳиявӣ ба шаҳрӣ рохат гирифтанд. ҳамин тариқ дар ҳар як давре ки мегузашт масъулият зиёдтар мешид, талаботҳо зиёдтар буданд. яъне ки озмун ба даври ҷумҳуриявӣ омада расид. дар даври ҷумҳуриявӣ аз тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар, ҳамзамон аз вилояти Суғд, аз вилояти Хатлон, аз вилояти Бадахшон,
از شهر دوشنبه 6 لایحه در نامیناتی که ما اشتراک کردیم ذهن‌نشینی و برنامه‌سازی در دوره جمهوری 17 لایحه یعنی که پیشنهاد شده بود. رقابت در دوره جمهوری به درجه اعلی بود که همه متخصصایی که در نامیناتی ذهن‌نشینی و برنامه‌سازی بین کسب و کار گوناگون اشتراک کردند، یعنی که همه آدمای صحوی بودند. هر یک داوطلب تجربه ملکه زیاد داشتن. اگر رقابتی علمی بود، وقتی که مرا پیشنهاد کردن که در آزمون اشتراک نمایم، من اونقدر باوری نداشتم. اصلا وقتی در اشتراک کردن در آزمون، یعنی که هوسمندی از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان، از طرف رئیس شهر دوشنبه رستم امالی، یعنی که در هر یک دوری که جای میگیری هوسمندی زیادتر می شود، هم رقابت زیادتر می شود، فکرانی دیگر می شود. من در آینده پیشنهاد دارم که تمام شخصیت‌ها میخوان که در این آزمون اشتراک نمایند و پیشنهاد میکنم که دانشگاه تکنیکی تاجیکستان همزمان برای 20 ساله فنهای طبیعی ریاضی گفتند، یعنی که مکانی هست که اونها میتونن تمام لایحه برنامه ها را تطبیق نموده در این آزمون ها اشتراک نمایند. بعدی یعنی که با سزاوار جای نمونه‌ای گشتن در این نقشه داریم که یک شاگرد دیگر را پیشنهاد نمایند برای اشتراک در همین آزمون، در همین نامیناتی ذهن‌نشینی و برنامه‌سازی، تا این بعد برای ما آموزگاران افتخار باشد. استادان دانشگاه از فعالیت تعلیمی و دستاوردهای علمان جوان در ساحه‌های تکنولوژی نوین می‌بولند، زیرا محض دستاورد و کامیابی‌های این گونه شاگردان و علمان جوان معرفی‌گر سطح تعلیم در این دانشگاه بانفوذ بوده می‌تواند. در سال 2025 در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان از فاکولته ساختمان معماری در آزمون‌های جمهوریوی از ما خیلی زیاد اشتراک کردند. این هم باشد از نامیناسی‌های متماتیکا، نامیناسی شیمیا، نامیناسی فیزیکا و نامیناسی اختراع‌کاری و نوآوری. از دوره‌های یکمی آزمون شروع کرده اساساً ما از نامیناسی متماتیکا، از نامیناسی فیزیکا و نامیناسی اختراع‌کاری و نوآوری بعد دوره‌های نهایی آزمون راه یافتیم. این هم باشد یک نفر غالبی دوره آزمون جمهوری علم فروغ معرفت از نامیناسی متماتیکا در جای دوم و از نامیناسی فیزیکا جای سوم و میانی آموزگاران و استادان باشد از نامیناسی اختراع‌کاری در جای سوم رو ما اشغال نمودیم. بغیر از آنی که دانشجویان محض در همین آزمون ها اشتراک میکنن غالبای جای نمایان میگردند، وابسته به سمت اشتراک، یعنی که وابسته به نامیناسی اشتراک، استادان با همراه دانشجویان کار و فعالیت می نمایند، یعنی که تیاری می بینند برای دور جمهوری این آزمون. در برابر برنامه‌های تعلیمی محض در اشتراک این آزمون ها استادان درس برنده از نامیناسی های فیزیکا و از نامیناسی های شیمیا، اینچنین از نامیناسی متماتیکا با دانشجویان کار و فعالیت میکردن برای برآمدن به زینه‌های نهایی این آزمون. مورد به ذکر است که از نامیناسی متماتیکا دانشجوی کورس دوم اختصاص معماری لایق و اهل دین سزاوار جای دوم گردند. اینچنین از نامیناسی فیزیکا دانشجوی کورس دوم اختصاص لایحه‌کشی بنا و انشاءات اسماعیل سوربون نیز سزاوار جای سوم گردند در این دوره آزمون. در سال 2026 آزمون علم فروغ معرفت نیز ادامه می‌یابد و ما کوشش به خرج می‌دهیم که هرچی زیادتر شماره اشتراکچیان در این آزمون زیاد گردد و ذره هم باشد برای پیشرفت علم و تکنیک کشور سهم خود را گذاریم. مسلم است که هدف چهارم ملی این صنعت کنونی با سرعت کشور اعلام گردیده است. پس بهره در عمل تطبیق نمودن استراتژی عملی سازی این گونه هدفها تلاش جدی اهل علم و معارف را پیوسته می باید. چون حالا دوره جنبست نیم ساله اول تحصیل در جمله مؤسسه های تعلیمی می باشد، بیشتر دانش آموزان در استراحت قرار دارند. در برنامه های بعدی دایر به دستاوردهای دیگر دانش آموزان برنامه های جالب منظور شما خواهد گردید. مسئولین دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد جان آسیمی باشد با گام‌های استوار تعلیم و تدریسی با ثمر دانشجویان را از روی فن‌های دقیق طبیعی و ریاضی همه‌جانبه به راه می‌مانند تا ذریعه هم باشد در آماده نمودن کادرهای صاحب لیاقت بهره رشد و درخشانی فردای این سرزمین سهم باشد.